دوستان همکاران گرامی، در خصوص نحوه کار با دستگاه تستر پریز و کلید جریان نشتی VT35. حالا ما چند تا کلید تهیه کردیم، یک بار دیگه من اینو براتون توضیح میدم. اول که مطابق مبحث 13 پریز فازش باید سمت راست باشه، فاز یعنی توی ترمینال سمت راست باشه، ارت و نول. حالا سربندیش هم توی کلیپ‌های قبلی بهتون توضیح دادم. دستگاه رو به این شکل شما نصب میکنید. وقتی هر سه چراغ روشن باشه یعنی ارت، نول و فاز به خوبی نصب شده، اتصالات به درستی برقرار هست، سه تا چراغ روشنه و اوکی است. اگه من دکمه تست رو بزنم رو 30 میلی آمپر قطع میکنه. خب وقتی قطع کرد یعنی اینکه عملکرد، البته این تست زمانی نیست ولی خب کار راه انداز هست یک جورایی. اگر دو تا چراغ سمت چپ روشن باشه یعنی ارت ما نداریم، یه چراغ روشن باشه سمت چپ یعنی فاز نول جابجاست. در این حالت یعنی اگه من اینو برعکسش بکنم نگاه کنید، یک چراغ روشنه یعنی که فاز نول جابجاست، که درستش هم به این صورت ما نصب کنیم. و دو چراغ سمت راست روشن باشه نول وصل نیست، یک چراغ سمت راست روشن باشه که خطرناکترین حالت هست یعنی فاز و ارت ترمینال جا، یعنی این ترمینال اینجا برقدار هست که یکی از خطرناکترین حالت هست که خودم به شخص سالا ندیدم این موردو. و هیچ چراغ روشن نباشه یعنی فاز و مدار نیست. پس نحوه تست پریز ما به این صورته. موفق باشید.